باز یک عکس کلان از پیندادا برای شما. سلام علیکم دوستان، برای شما باز از برنامه پیندادا یک عکس کلان دیگر نشان میدیم که شما میتوانید بسیار محصولات را به نرخ و از همه ارزان زکات کنید. حتما подписаться و لایک مانده ویدیو را تا آخر تماشا کنید. подписаться و لایک مانده شما برای ما امکانیت میدهد که باز ویدیوهای نو برای شما آماده کنیم. و برنامه پیندادا می‌داریم. پایان نگاه کنید، از طرف چپ خانچه را می‌داریم. نگاه کنید همه چی علامتی هست، شما باید همه ای را دانید پیش از زکات. تا همه را که شما ندانین هیچ وقت زکات نکنید. و عکس نوبتی در اینجا است. در اینجا می‌داریم. نگاه کنید اینجا محصولات چقدر ارزان شده هستند. از یک تاش میسنجیم و میبینیم تا تاجیکستان اومدن چند پول میغلطه همه چیز. مثال همه یکمگیش انتخاب میکنیم، در اونش میداریم. نگاه کنین اینجا یک 88 یوان یعنی 2 یوان کدگه همین سویتر. در اونش میداریم. وقتی در اونش میداریم نرخش عوض میشوه و ما باید نرخ اساسیش ببینیم. اینجا رنگوش هم میبینیم کدام رنگ برای ما معقول است. و میداریم نرخ اساسیش میبینیم. نگاه کنید نرخ اساسیش میشه 5 یوان. حاضر همه چیزا میسنجیم و میسنجیم که تا تاجیکستان چند پول میغلطه. یعنی 8 تومان 20 درهم تاجیکی میغلطه. ما اگر همین را خرید کنیم در خطای 8 تومان 20 درهم. اگر تا تاجیکستان همین را بیاریم چند پول میغلطه تماشا کنید تا آخر. یعنی همین چیز تقریبا 250 گرم میوه. ما میزنیم 250 گرم ضرب 30. یعنی 7 تومان 50 درهم همین چیز ای خطای تو تاجیکستان هم میغلطه. و پلوس میکنیم با 8 تومان 20 درهم. یعنی 15 تومان 70 درهم همین چیز ما میخریم بعد دست افکش تا تاجیکستان هم میرسه. همین در تاجیکستان تقریبا 80 تومان میفروشن. نگاه کنید در بالای همین چند پول میمونن میفروشن. می توانیم که همه چیز ما هم زکات کنیم. در بالا 64 تومان نیوه 15 تومان 20 تومان مونیم. یعنی وقتی 20 تومان موندیم 10 دانه نفروشیم 100 دانه فروشیم. ویدیو معقول شد подписаться و لایک مانده و با دیگران روان کنید. و برای کورسی از خطای ترکیه و امریکا زکات کردن می توانید با ما نویسید. ما با همه نوزکیاش نشان داده تا زکاتی که میکنیم به دستان رسیدن کمک میکنیم.